اگر در تلاش‌های اقتصادی دلالی بر تولید ترجیح دارد، این فساده، اینا رو باید اصلاح کنند. اگر کسانی هستند که شهرها و خیابانها رو ناامن میکنن، جاده ها رو ناامن میکنن، این فساد برای یک کشور، اینو باید اصلاح کرد. اگر وظیفه شناسی در مسئولین نیست، اینها فساد، اینا رو باید اصلاح کرد. اگر رسیدگی های قضایی طولانی میشه، پرونده ها مدت ها میمانه، اینها فساده، باید اصلاح کرد، باید پیشگیری از جرم و جنایت کرد. در ادارات باید رشوه و ارتشاء وجود نداشته باشد، اگر بود فساد است، باید اصلاح شود. باید الگوی مصرف جامعه کشور اصلاح بشود. ما الگوی مصرفمون غلط است. باید هدف مبارزه اینها باشه. اصلاحات اینا. اینجاست که باز دشمن پادرمیانی میکنن. شاهد تاریخی برای وجود فردی به نام امام 12 وجود نداره و شیعیان هم درس از گذشته 14 قرن تا کنون حتی یک دلیل ارائه نکردن که موجودی به نام امام 12 وجود داشته باشه. حجابم برداشتم. خواستم بگم که برداشتین الان که دارین هنوز. نمیتونم بردارم، هیچ مشکلی. خب بردارین نه یکی میشه. بفرمایید. در اعتراض به وضعیت نه کاملا بردارین دیگه. و این ساختار تغییر پیدا کنه. رژیم باید عوض بشه. باید عوض بشه، ولی روش‌ها میتونه با روش‌های اصلاح طلبانه باشه. ما اعلام می‌کنیم این انتخابات مشروع نیست، قانونی نیست، مجلسش هم مشروع قانونی نیست، بعد کار میفته از اعضا، گروه‌ها، سازمان‌ها، جریان‌های مختلف که میتونن کار می‌کنن. عزاداران حسینی در این روز مقدس حسین گویان و به صورت مسالمت آمیز و بدون شعارهای تند روانه میدانها و مسیرهایی شدند که خود انتخاب کرده بودند. بله نترسید، ما همه با هم هستیم. به راستی چه شده است که حکومت برخاسته از قیام عاشورا جماعتی وحشی را به جان مردم انداخته است. امام حسین می‌فرماید بل انما اريد الاصلاح فی امت جدی، دنبال اصلاحات است. میخواهد اصلاح به وجود بیاورد. حرف قاطع در این زمینه یک کلمه است: اصلاحات، یا اصلاحات انقلابی و اسلامی و ایمانی، یا اصلاحات آمریکایی.